تحقیر کردن عملی که کردید اون عمل رو حقیر شمارید، ناچیز شمارید. با وی عمل تکیه نکنید، با وی عمل عجب نکنید. آفت العبد رضاه عن نفسه، آفت بنده این که از خودش راضی باشد. کسی که از خودش راضی باشد این آفت است. و من نظر الی نفسه بعین الرضا فقد اهلکها، کسی که به نفس خودش با چشم رضا نگاه کند در حقیقت نفس خود را به هلاکت رسانیده است. یعنی از خودتان همه وقت راضی نشوید، همه وقت کمبودی خود کاوید. در این صورت از تحقیر دیگرها پرهیز میکنید. وقتی که فقط عیب خود را میجویید و به عملهای صالح خود نظر نمیکنید، میگوید که لا حول ولا قوة الا بالله، اگر الله تعالی برای من قوت نمیداد، الله تعالی برای من توفیق نمیداد، من این عمل را اجرا کرده نمیتوانستم. و انها لکبیرة الا علی الخاشعین، و این نماز وزنین است. الله تعالی میگه که لکبیره، مفسرها میگن که ای لثقیله، این 2 رکعت نماز وزنین است. الا علی الخاشعین، مگر با آنهای سبک است که آنها میترسن از الله تعالی. بنابراین به عملها با چشم رضا نگاه نکنید به عملهای خود. و من نظر الی عمله بعین العجب قل معه الاخلاص، کسی که به عملهای خود با چشم عجب نگاه کند، عجب یعنی با خود تعجب کردن، اینقدر من آدم بزرگ هستم، شب و روز در راه الله هستم، شبها در نماز تهجد، روزها در قرائت قرآن و روزه و تعلیم مردم و قرآن. و گفته به عملهای خود عجب نکنید، تعجب نکنید. اگر همین خیال که شد اخلاص کم میشد. او نزع منه، یا اینکه اخلاص از این بنده گرفته میشد، یا کم میشد یا گرفته میشد. او حبط العمل الصالح بعد العمل، یا اینکه عمل صالحش بعد اینکه عمل کرد حبطه میشد. انسان اگر عجب کند عملش حبطه میشد. در همین بابت تحقیر عمل شیخ سعدی هم در گلستانش میبیارد که یک چند مهمان ها به خانه شان میبیاد و آنها بعد نماز خفتن خواب میکنند و فرزندشان نماز تهجد میخواند. بعد سحری مهمان ها را تنقید میکند به پدرشان که اینا نماز تهجد نخواندند. بعد شیخ سعدی میگن که تو با عجبت و با تحقیری که آنها را تحقیر کرده خود را با خود تعجب کردی، یعنی اینها تو را گذشتن، یعنی اینها هم غیبت شدن هم تحقیر شدن و تو خودت را عجب کردی و با خودت فخر کردی. عمل تو فایده ندارد. ببینید گاه انسان بله 2 رکعت 4 رکعت نماز میخواند، لیکن آنهایی که نشستیان اونهای تحقیر میکند و خودش بالا میشمارد، با همین عملی خودش حبطه میکند. برای همین باید بنده عملهای خودش با چشم تحقیر نگاه کند، خودش بزرگ نشمارد.